سلام وطندارای عزیزم. امروز خواستم الوای آرد سوجی آماده کنم. مواد لازمش از آرد سوجی، شکر، هیل و یک کمی بادام و همچنان روغن. من آرد سوجی را از دکان ترکا میخرم و به خاطر از اینکه صاف شوه از این خاطر ایره من از چای صافک ایلک کردمش. دوستا ما الوا پختن البته 2-3 رقمش یاد گرفتیم از عمه جانم. منظورم عمه جانم از خوشویم است. مقصد برتون بگویم که من نمیفهم چرا از گفتن خوشوی گفتن خوشم نمیآید. عمه جان میگم. اگر در کدام ویدیو عمه جان گفتم بفهمین که منظورم از خوشو جانم است. از اینا الوا پختن چند رقمش یاد گرفتیم. این یک رقم است که اول شکر مندازین 1 قاشق، یک کمی که سرخ شد در سرش آرد سوجی را مندازیم. بعد از او سرخ میکنیم و باید عاجل امرای کفگیر به هم زده شوه، یعنی شور داده شوه، به خاطر که نچسبه. گرچه که دیگ ناسوز است نمیچسبه، اما خوب است که زود ایره شور بدیم تا نچسبه. اگر میخواین که الوایتون چسبناک نباشه، پاش بیه، یعنی بهترین الوایی میباشه که پاش بیه. خوبیش همی است که همیشه همه جانم میگه ببرم میگفت باید روغنش زیاد باشه، یعنی الوایی که روغنش زیادتر باشه الوا به هم نمیچسبه. و هم اگر میخواین که دانه های آرد سوجی کاملا حل شوه و ریگک نباشه، شما باید هر بار، یعنی بعد از اینکه سرخ شد یک کم رنگ به خود گرفت، آب جوش باید داشته باشین. از این گیلاسی که میبینین من تقریبا 6 بار از این گیلاس آب انداختم، یعنی جدا 1 گیلاس انداختم، بعدا ماندم که آب خود خشک کرد، بعدا تکرار یعنی 6 بار آب انداختم. به خاطر این کارا میکنیم که هر بار که آب خشک میشه خوبتر عمو دانه های آرد باز میشه و باعث میشه که الوا بسیار خوب پخته شود. این طریقه دیگه هم پخته کردنش داره که یگان وقت دیگه طریقه دیگهش هم انشالله براتون پخته میکنم. دوستای عزیز، ما شکر خدا در افغانستان به ولایت‌های زیاد زندگی کردیم، اما زیادتر در کابل و بعدن یک چند سال در مزار. از این خاطر یک کمی میفهمم که مردم کابل وقتی که الوا رو پخته میکردن در بینش کشمش منداختن، اما وقتی که به مزار رفتم در مزار در بینش مثلا خسته و پسته مندازن. یعنی هر جای فرق میکنه. هر دوش کشور خود ماست، الواش هر دوش مزه‌دار بود، فقط یک کمی طرز پختن این دو ولایت فرق میکرد پختنش. اما الوایی که عمه جانم پخته میکنن واقعا جوره نداره، بسیار مزه‌دار پخته میکنن. هیچ وقت من نمیتونم مثل از اونا پخته کنم، اما کوشش خود کردیم که تا یک کم تو یاد بگیرم. دیگه ایل بود انداختم، بادام انداختم و شما خوش دارین هر قسم میوه خشکی که دوست دارین بهش اضافه کردن میتونین. و یک خاطره جالب ما میخوایم همیشه براتون بگویم. یک زمانی که خرد بودیم یادم میامد وقتی که یاد میکردم میگفتم الوا میخوایم، واقعا همه کلانا قهر میشدن، میگفتن که چرا الوا گفتی، چرا عصبی میشدن سر من. دلیلش هم نمیفهمیدم که چرا باید یعنی گپ یاد نکنم. باز مادر جانم میگفت که برم به بچه ها یا به رشتکا میگفت الوا پخته کنم که الوا خواستن طفلا. دیگه وقت دلیلش هم نمیفهمیدم، اما بعدا فهمیدم که میگن به یک عقیده بوده بزرگای ما که یعنی طفل اگه الوا بخواه خدای نخواسته یعنی یک غم میه، یک مشکل میه. چون اگر شما هم نظر ما باشین در افغانستان الوا زمان پخته میکردن که خدای نخواسته جای مرده شود. در آخر دیدین که شکرش انداختیم، یک چند دقیقه دیگه بعدا او را با هم میزنیم و برای مدت 10 دقیقه دم میتیمش. زیرش خیلی کم میمانیم و در جریان پخته کردن هم کوشش کنین که آتش بسیار کم بانین. بعد از 10 دقیقه دوباره سر دیگه باز کردم، ماشاءالله بسیار خوبش آمده بود، بویشان بسیار خوب بود. دیگه یک کمک میکشم به خاطر تزیین. حتما ببینین بخیر. هنوز بچه ها آمدن دیگه، بچه هم زیاد خوش دارن الوا را.
اما اینا حلوای یک کم شیرین میخورن، شیرینیش زیاد نباشه. از خاطر ما اونجا دیدیم که شکرش کمتر انداختم. ای بود برنامه امروزم. امید که خوشتان آمده باشه. دوستای عزیز، سابسکرایب یادتان نره. همچنان منتظر انتقادات و پیشنهاداتتان هستم. دیگه شما هم بگین که از چی طریق حلوا را پخته میکنین. این حلوای آرد و سوجی بود. شما هم تجربیاتتان بگین تا که من هم یک طریقه نوش یاد بگیرم. تا برنامه بعدی، خداحافظ و خدا نگهدارتان. آخر ویدیو را بدون صدا میمانم، چرا که سر صدای گنجشکای همسایه بسیار خوشایند بود. خدا نگهدار.